نفری برگه در بیارین یه امتحان کلاسی بگیریم. آقا اجازه؟ بله. آقا تازه جلسه سومه، هیچ معلمی این موقع سال امتحان نمیگیره آقا. من امتحان میگیرم، مشکلی هست؟ همه جوش معلم تازه کارا. کی بود نمک ریخت؟ هر کی بود وجودش داشته باشه یه بار دیگه بیاد پای تخت همین حرفا رو بزنه. بچه اول سالی با من لج نکنید اذیتتون میکنم ها. نمیگی نه؟ خیلی خوب، خودتون خواستید. الان نفری یه منفی خوشگل میذارم جلو اسمتون کیف کنید. آقا اجازه؟ بگو اینا. آقا سعیدی بود. سعیدی کیه؟ پاشو وایس ببینم. تو بودی ها؟ بله. برو بیرون. این میشه این سری ببخشید. نمیشه، برو بیرون. میری بیرون وای میسی بیام تکلیف تو رو روشن کنم. بودو ببینم. تو اسم چی بود؟ آقا ما یزدان پناهیم. یزدان پناه. بله. تو خجالت نمیکشی؟ برای چی آقا؟ به خاطر یه منفی رفیق تو لو دادی بعد آقا شما خودتون گفت. من گفته باشم تو اینقدر بی وجودی نمیفهمی نباید رفیق تو لو بدی؟ بچا بشناسیدش ها. آدم فروش کلاستون اینه، خوب بشناسیدش. برو بیرون اینا. آقا ما نمیریم. بی خود میکنی؟ میری بیرون یا بگم رحیمی بیاد با کتک بفرستت بیرون؟ پاشو ببینم. باشه برو دیگه. آقا ما میریم ولی فردا با اولیامون میرسه. حتما این کارو بکن. ببینم چه جوری تو رو تربیت کردن انقدر بی وجود از آب در اومدی.